حالا به این فکر کردین چرا قرصا رنگ و شکل و طعم خاصی دارن؟ چرا مثلا قرص استامینوفن با این چهره زیبا مثل زهرماره ولی شیاف اونجوری میسازن؟ بله، گویا همه اینا روی احساسات بیمار نسبت به اون دارو تاثیر داره. میگین چطوری؟ اینطوری. مثلا 14% مردم فکر میکنن قرص صورتی شیرین‌تر از قرص قرمزی. از اون طرف قرص زرد بدون توجه به ترکیبات به اونا احساس شوری میده. 11% مردم هم فکر میکنن قرص سفید و آبی مزه تلخ داره. 10% مردم هم میگن قرص نارنجی ترشه. یعنی شما هم جز این دسته اید؟ جالبه بدونید نسبت به جوونا میان سالا 2 برابر قرص قرمز رو بیشتر ترجیح میدن و خانم‌ها هم همین، بیشتر قرص قرمز میخورن. جالبه مگه نه؟ فکر میکنی قرمز خوشمزه است، ولی در باطنش یه زهرمار خاصی نهفته است. این کارو میکنن که اگه خدای نکرده بیمار دلش به خوردن دارو نبود، با دیدن رنگ اونا تلخ و شیرین و شوری اینا رو در نظر بگیره و بخورتش. یاد بچگیامون افتادم، ما شربت سرفه بود بهمون میدادن، رنگش صورتی بود، بعد فکر می‌کردیم مزه توت فرنگی میده، مزه زهرمار میداد لعنتی.